محوریت اصلی نمایشگاه تلکام امسال ما سوای که خیلی پربار برگزار شده و بعد از کووید ما تقریبا بهترین تلکامی رو داریم تجربه میکنیم که طی چندین سال پیش، یعنی از 1401 به این ور بهترین تلکام رو داریم میبینیم، چه از نظر محتوایی چه از نظر تعداد شرکت‌ها که شرکت کردن توی این تلکام. و مبحث اصلی بحث هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال که بحث کلی این نمایشگاه هست و همونجور که خب شما خودتون هم اشراف دارید و یه برنامه‌ای هم من در خدمتتون بودم در مورد اقتصاد دیجیتال تو رادیو. الان اقتصاد دیجیتال یکی از شاخص‌های اصلی بحث ICT و بازیگر اصلی بخش ICT شرکت‌های مخابراتی هستند و شرکت‌های فعال در حوزه تلکام. و طبیعتاً وقتی ما این دوتا رو مرج می‌کنیم کنار هم، نمایشگاه داره صنعت تلکام رو به سمت و سوی میبره که بازیگر اصلی اقتصاد دیجیتال در کشور تبدیل بشه و این نوید این رو میده که اگر محدودیت‌ها برداشته بشه از مباحث تاثیرگذار در صنعت تلکام، این صنعت میتونه یه پاوری باشه، یه انرژی بده به بحث اقتصاد دیجیتال که رشد خوبی رو تجربه کنیم ان شاء الله. بله. آقای موحدی، چالش شاید در صنعت تلکام زیاد داریم، شما هم باش دست و پنجه نرم می‌کنید. مهمترین چالش صنعت تلکام رو تو این روزها چی می‌بینید؟ ببینید، ما چالش که خیلی زیاد داریم توی صنعت تلکام. متاسفانه اصلی ترین چالش که من فکر می‌کنم همچنان سایه بر صنعت تلکام داره بحث تحریم هاست. ما متاسفانه بحث تحریم ها رو خیلی جدی داریم و صنعت تلکام فارغ از این بحث نیست و تحریم ها خیلی تاثیر میذاره توی اتفاقاتی که توی صنعت تلکام میفته. مثلا من اگر بخوام یه مثال براتون عرض کنم، الان ما ای سیم رو داریم. خیلی از تلفن‌های همراه دنیا که ساخته میشه، تولید میشه، دیگه مبتنی بر سیم کارت فیزیکی نیست و نیازمند سیم کارت الکترونیک هست. بحث سیم کارت الکترونیک تو ایران تحریم و شرکت‌های مخابراتی نمیتونن به مشترکینشون ای سیم بفروشن که در دنیا خیلی استفاده میشه. حالا دیگه الان تو دنیا من فکر کنم دیگه شاید یه چند سال بعد دیگه اصلا تلفن همراهی با سیم کارت فیزیکی تولید نشه توی برندهای معتبر و طبعاً برندهایی که پرچمدار هستن. خب من تحریم رو میبینم، نمیخوام زیاد مثال بزنم. بحث فیلترینگ رو میبینم، حالا به قوت دولت وفاق و شخص‌های دکتر پزشکیان خب خوشبختانه بعد از سالیان سال که ما فقط فیلترینگ رو تجربه کرده بودیم، رفع فیلتر رو تجربه کردیم در 2 اپلیکیشن، هرچند محدود، ولی خب این نشون دهنده اینه که چراغ راهی روشن شده برای مسیری که تصمیمات اشتباهی درش گرفته شده بود و من امیدوارم که رفع فیلترینگ همچنان ادامه داشته باشه تا دوستان و مشترکین اپراتورها و همه مردم این سرزمین بتونن به اطلاعات آزاد و وبسایت هایی که اطلاعات مفیدی دارن دسترسی داشته باشن. و در نهایت هم صحبت